به این چیزا باور داری یا نه؟ برو بریم. قانون 5 ثانیه. آن که میگن یه خوراکی مثلا افتاد زمین تا 5 ثانیه اگه برش دارید میکروبا وقت نکردن بیان روش و اینا. تو دوران دبیرستان که 5 ثانیه که هیچی، ماشاءالله 20 ثانیه هم اوکی بود. بیسکویتی، ساندویچی چیزی میافتاد زمین، برمی‌داشتیم یه فوت می‌کردیم و می‌خوردیم. 5 ثانیه رو الان نه. راستشو بخوای دیگه اعتقادی بهش ندارم. تو رو نمیدونم، توی کامنت ها بهم بگو. 57% آدما باور دارن. پشمام. عشق در نگاه اول تا حدودی آره اعتقاد دارم، ولی برای ماندگار شدن رابطه خیلی فاکتورهای دیگه است که آدم باید رعایت کنه. درک کردن پارتنرش، موندن پای رابطه دیگه. مثلا سر بهانه‌های کوچیک نخوای رابطه رو تموم کنی، واقعا بجنگی براش. این به نظرم از عشق در نگاه اول مهمتره. واسه همینه که خیلیا ازدواج میکنن 40 سال مثلا با همن. 30% تقریبا اعتقاد دارن اینکه ما توی شبیه ساز زندگی میکنیم. نه، شاید ویدیو ساخته باشم راجبش یا اینجور چیزا، ولی به صورت دلی بخوام بگم اینکه داخل شبیه ساز باشیم خیلی زندگیمون رو پوچ میکنه اگه بهش باور داشته باشیم، و چیزی هم نیست که اصلا بتونیم در حال حاضر به نتیجه برسیم که آیا واقعا هستیم نیستیم. فکر کردن در موردش بیهوده است به نظرم. 14.7% اعتقاد دارن. کارما 100 واقعا اعتقاد دارم. حالا اسمشو هر چی میخوای بذاری، به هر حال کل جهان از انرژی ساخته شده. انرژی هم خب طبیعتا نه نابود میشه، از بین نمیره، فقط از حالتی به حالت دیگه تغییر میکنه، و طبیعتا هر انرژی که بدی باید به همون میزان بگیری. خوب بدی خوب میگیری، بعدم بدی واقعا، حالا نمیگم حتما همون موقع، ولی تو طول زندگیت قطعا پس میدی کارما یا حالا تاوان اون کاری که کردی. و 28% اعتقاد دارن فقط ایشالا که بیشتر بشه. مولتیورس یا چند جهانی. ماهایی که مارول خیلی دوست داریم، مولتیورس هم تو خیلی از خب فیلم‌های مارول، سریال‌های مارول بهش اشاره شده و دوست داریم که واقعی باشه، که جهان‌های بیکران و بی اندازه وجود داره که داخلشون تمام احتمالات ممکن اتفاق میفته. خیلی جنگه، خیلی خفنه، خیلی پیچیده است، ولی اعتقاد دلی ندارم. صرفا تو فیلم‌ها و اینا حال میده میبینیم، ولی چون نمیتونم خیلی بهش فکر کنم و فراتر از درک ماست بهش فکر نمی‌کنم دیگه. اعتقاد ندارم. 18.3% اعتقاد دارن. زیاد جالبه. تو هم نظرتو توی کامنت ها بگو.